وزیر نفت ایران از توافق تهران و دوشنبه برای بررسی صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد ایران و تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های تاجیکستان خبر داد. محسن پاکنژاد امروز شنبه 24 مرداد پس از دیدار با وزیر انرژی و منابع آب و وزیر حمل و نقل تاجیکستان خبر از تشکیل یک گروه کارشناسی مشترک برای بررسی و تدوین یک قرارداد بلند مدت داد. مباحث بخش عمده‌اش متمرکز بود بر امکان صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد که ما داریم که در واقع بتونیم بخشی از مسائل و مشکلات کشور دوست و برادر تاجیکستان رو که این روزها در این حوزه باهاش مواجه هستند مرتفع بکنیم. به گفته وزیر نفت، مبنای مذاکرات شکل دهی یک قرارداد بلند مدت در دو حوزه است: تأمین سوخت و همچنین تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های تاجیکستان. وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان نیز با استقبال از این رایزنی‌ها بر ضرورت گسترش مبادلات سوختی بین دو کشور در شرایط کنونی بازار جهانی انرژی تأکید کرد. در همین روزهای که تمام جهان با مشکل‌های انرژتیکی دچار شده هستند، و خصوص تاجیکستان، ما کوشش کرده استادیم هدف از آن که یعنی محصولات سوزشواری رو از ایران با تاجیکستان زیاد نمایم، با مسائل لوجستیکی رو هم بررسی نمودن. وزیر حمل و نقل تاجیکستان نیز با اشاره به حجم فعلی جابجایی سوخت میان دو کشور از آمادگی زیرساختی برای افزایش این حجم خبر داد. بین تاجیکستان و ایران حدود 800,000 کمتر از 1 میلیون تن مواد حمل و نقل میشه. اما بعد از گفتگوهای امروز و گروه کارشناسا که با کار شروع میکنن، این حجم به مراتب زیاد میشه. برای همین ما راههای انتقالی این مواد سوخت رو جستجو داریم. وزیر نفت کشورمان گفت حجم مبادلات نهایی به شرایط لوجستیکی بستگی دارد و متناسب با ظرفیت‌های پشتیبانی موجود اجرایی خواهد شد. این امکان فراهمه که در واقع بتونیم میزان فرآورده‌ای که مد نظر هست رو تأمین بکنیم. مشروط بر این که تاجیکستان دو پالایشگاه نفتی با ظرفیت مجموعاً حدود 500,000 تن در سال دارد که پاسخگوی کامل نیاز داخلی نیست و بخش عمده نفت خام و فرآورده‌های نفتی مورد نیازش از طریق واردات تامین می‌شود. ایران پیشتر نیز آمادگی خود برای حضور شرکت‌های نفتیش در بازار تاجیکستان را اعلام کرده بود.